میگم این غذا رو درست کن، چون حسابی از طعمش غافلگیر میشی. پیازو که با زردچوبه تفت دادی و سبک شد، گوشتا رو با فلفل سیاه و پودر سیر اضافه کن. خوب که سرخ شدن رب انار ملس تو اضافه کن و یکم تفت بده و آب بریز و درش رو بذار. گوشتا خوب بپزن و یه سس انار غلیظ داشته باشیم. برنج رو که آب کش کردی قسمتش رو زعفرونی کن. توی تابه نچسبه که چرب کردی بریز و به این ترتیب زیره و برنج و گوشت و بریز و حسابی فشرده کن که بعداً راحت برگرده. از اون طرف هم کشمش پلویی رو تو کره تفت بده و موقع سرو بریز روی برنجت. به به، این آب گوشت غلیظ و اناری هم بذار کنار غذا، ببین توش چه خبره. نوش جونتون.